گاهی دارت فقط یه بازی نیست، پلیه بین نسل‌ها. اینجا با یه مادر و دختر نشستیم، یکی از دهه 50، یکی از دهه 80. دو نگاه، دو دنیا، اما یه مسیر مشترک. با هم تمرین، با هم مسابقه، با هم سفر. تو گپ دارت این بار قصهشون رو میشنویم. قصه مسیری که از دل تفاوت‌ها رفاقت ساخته. با عرض سلام و درود خدمت عزیزان همراه گپ دارت. بعد از یه وقفه طولانی 1 ساله امروز خدمتتون رسیدیم با شروعی دوباره داشته باشیم برای این برنامه. امروز در خدمت 2 تن از عزیزان دو تن از عزیزان دارتر کشورمون هستیم که نسبت مادر دختری هم با هم دارن. خیلی خوشحالم از حضورتون. امیدوارم که بتونیم مصاحبه خوبی داشته باشیم و مورد توجه عزیزان تماشاچی ما قرار بگیره. در ابتدای برنامه از شما مادر عزیز میخوام که خودتون رو بیشتر معرفی کنیم و تا ادامه برنامه من سوالاتم از شما بپرسم. سلام و عرض ادب خدمت شما بزرگوار. ثریا سالی هستم، استان فارس، لارستان. خب من همیشه این سوال از عزیزان شرکت کننده در این برنامه میپرسم که چجوری با دارت آشنا شدیم و تأثیری که دارت روی شما داشت که باعث شده این ورزش رو ادامه بدیم. ما اوایل کرونا بود که یه مسابقه برای اداره برگزار شد. دعوت شدیم رفتیم تو اداره که با همکارا بازی کنیم. نفیسی جون رو بردم، ثبت نام کردم اول. اونجا به قول گفتنی از نوجوان کسی نبود. نفیس کوچکترین فرد شرکت کننده بود. همکارای همسرم هم از من تقاضا کردن، یه 2 تا پرتاب کردم، گفتن شما خیلی استعدادشو داری، میخوام نقدت شروع کنیم. ما هم از همونجا شروع کردیم که 2 جلسه رفته بودیم کلاس که کرونا به قولن اومد و کلا دیگه تو خونه تمرینات رو شروع کردیم با تخت دارتای خیلی مبتدی. ادامه دادیم که بالاخره بعد از سال 98 بود دیگه عضو دارت پیشرو در اومدیم. بسیار عالی. پس در واقع شما اتفاقی با دارت آشنا شدید. آره دقیقاً. قصدتون این بود که دختر خانومتون رو با دارت آشنا کنیم و خودتون گیر افتادید. بله دقیقاً. خب خودم دیگه حالا واقعا این مدت که در دارت بودین رضایت داشتین، راضی بودین؟ خیلی. من که واقعا معتادشم. حالا نمیتونم اینجوری ترکش کنم. هر دفعه میدونه استاد میگم دیگه این دفعه باختم، دیگه میرم دیگه شرکت من، ولی هنوز همینجا هستم وسایل خرید میکنم از استاد. بسیار عالی. خب شما چطور؟ شما برای ما تعریف کنیم ببینیم، اول خودتون معرفی کنیم. نفیس نقدی زاده هستم، 16 سالمه، از استان فارس، لارستان. بسیار عالی. خب همونطور که مادر گفتن شما رو برده بودن که با دارت آشنا بشین. ما قرار بود من مسابقه بدم ولی مامانم مسابقه داد سوم شد. چه جالب. من دیگه کوچکترین شرکت کننده بودم. خب اون وقت تو منزل با مامان تمرین میکردین و آره تو خونه. چقدر خوب. جالب اینجاست که اونجا نفیس مسابقه هم نداد ولی به عنوان کوچکترین فرد شرکت کننده بهش جایزه هم دادن، در صورتی که مسابقه هم شرکت نکرد اصلا. جدا. خب این میخواستن تشویقش کنن که علاقه‌مند بشه به دارت ادامه بده. حالا در شروع به اصطلاح تمریناتتون، اصلا در شروع آشناییتون با دارت چه تأثیری رو شما گذاشت؟ یعنی چه اثری رو شما گذاشت که شما تصمیم گرفتید دارت رو ادامه بدی؟ آیا بیشتر توجه مادر به دارت باعث تشویق شما شد یا خودت هم لذت بردی واقعا؟ احساس کردی که میتونی پیشرفت کنی و
دارت میتونه برات یه ورزش لذت بخش باشه. آره خودم خیلی علاقه‌مند پیدا کردم و دیگه که مامانم هم با هم بازی میکرد دیگه خیلی بیشتر با هم شوق داشتیم دارت رو ادامه بدیم. خب می‌دونین که خیلی موقعیت خوبی هم بوده براتون که بتونین دوتایی با هم تمرین کنین. آره. و این در پیشرفتتون خیلی موثره نیست اینطور؟ خب حالا پشت همین همیشه. تو مسابقات هم با هم برخورد کردین که بازی کنین؟ آره ما همیشه تو PDC به هم برخورد میکنیم. خب وقت چجوریه؟ چه حسی داری وقتی با مادر بازی میکنی؟ خیلی حس خوبیه. حس خوبیه. ریلکس بازی میکنم اون لحظه. فقط من استرس نداری؟ نه اون بازی مطمئنی مادر رو میبری ها؟ 100%. شما چی شد؟ منم که خیلی خوشحال میشم، خیلی دوست دارم، همیشه دوست دارم همه چی کنارش باشم. انشالله که تو فینال با هم باشیم تو مسابقات. یکی از آرزوامه یه مطلبی که تو فینال مسابقات حالا فرقی نمیکنه هر جا باشه کنار هم باشیم تو فینال. حالا یه چیزی که برای من تو همین سنین نوجوانی اتفاق افتاد و به همین دلیل این سوال از شما کردم، من گاهی وقتی با پدرم بازی میکردیم. حالا یه بازی بود اون زمان منچ بهش میگفتن، حالا نمیدونم هنوزم هست یا نه. وقتی با پدرم بازی میکردم اصلا دلم نمیخواست از پدرم ببرم، یعنی یه حسی داشتم و پدرم هم متوجه این حالت من میشد. حالا میخوام ببینم شما یه همچین حسی نسبت به مادر داری؟ دلت نمیخواد ببری یا نه؟ نه میبرم. اون میبره ولی من دلم نمیاد. شما دلتون نمیاد؟ نه ولی خب من خوب بازی میکنم خوبم میبرم. نه خب این خوبه. البته من همیشه معتقدم که در رقابت آدم باید بی‌رحم باشه، در رفاقت خیلی باید پاورجا باشه، ولی خب موقعی هم که پای رقابته دیگه باید مادر فرزندی رو بذاریم کنار رو بشیم دوتا رقیب سخت. من هم اینجوری بازی میکنم، وقتی بازی میکنم قوی قدرت من میرم جلو. باریکلا چه این روحیه عالیه. آفرین. خب حالا با غریبه که بازی میکنی چی؟ من مسابقه فینالتون رو دیدم. با غریبه استرس میگیره. خب ولی خب تلاشمو میکنم. چیکار میکنی که به استرست مسلط بشی؟ اصلا این کارو میکنی نمیکنی؟ کنترل میکنم، نفس میگیرم. خب چی فکر میکنی با خودت که استرستو کنترل کنی؟ تو میتونی خودت میتونی. اینو دائم به خودت تلقین میکنی. باریکلا آفرین. و نتیجه میده برات؟ یعنی واقعا به استرس تسلط پیدا میکنی؟ تا حدودی. آره. خب شما خانه‌دار هستی؟ بله. میخوام ببینم دارت تأثیری داشته در مسائل و امور خانه یا نه؟ باعث برخورد بد شدن رابطه شما با همسرتون شده؟ نشده؟ ایشون چه جوری فکر میکنه؟ اتفاقا همینجا جا دارم از همسرم تشکر ویژه کنم، چون همه جوره حمایتمون میکنه. در هر صورت در هر موقع باشه حمایتمون میکنه. واقعا یه آدم ورزشکار و ورزش دوست. باریکلا. انشالله که همیشه سالم باشه. ما برایشون آرزوی سلامتی میکنیم. انشالله ایشون هم تشریف بیارن تو مسابقات شما رو تشویق کنن، ما ببینیم که حضوراً اینجا چجوری شما رو پشتیبانی میکنن. دیگه مالی و بقولن راهی کردن سفر و اینا کلا برامون همیشه همه جوره امکانات مهیا میکنم. واقعا ازش تشکر میکنم. انشالله که سالم باشه. آفرین. خب شما چجوری؟ چون من میدونم که خانوما در مسائل کار خونه و انجامش خیلی دقیقن و خیلی منضبطن. شما چجوری هم به دارتتون میرسین هم به کارهای امور خانه؟ به راحتی. من تا پیازم سرخ شه برمیگردم یه پرتاب میکنم برمیگردم دوباره سر وقت دیگه آشپزخونه ادامه میدم دوباره میام وسطش. در واقع شما هم کار خونه و دارت و توامان بازی میکنید. دارت هم یه جور گوشم که نزدیک آشپزخونه باشه. چه جالب. فاصله بین دارت و خودم نداشته باشم. سریع برسم یه پرتابی انجام بدم برگردم سر ادامه کارم. دارت باید خیلی تمرکز داشته باشین. تمرکز روی دارت باعث نمیشه و غذاتون شور یا بی‌نمک بشه. اتفاقا خیلی خوشمزه میشه. چون عشق به دارت. چقدر جالب. خیلی خب شما چی؟ شما درس میخونه دیگه طبیعتاً مشغول تحصیل هستین. دارت روی تحصیل شما چه تأثیری داشته؟
آیا باعث بهتر شدن این، چون بالاخره دارت شما تمرکز زیادی باید داشته باشین روش، آیا این تمرکز روی دارت باعث میشه که شما تمرکزتون روی درستون هم بیشتر بشه؟ درست. یه خورده خیلی بیشتر تاثیر گذاشته رو درسام، خیلی تمرکز بیشتری روی درسام میکنم وقتی دارتم کار میکنم. آیا باعث این میشه که شما همیشه اگر احیانا احساس میکنین که درسی رو توش ضعف دارین، آیا این دارت به شما این آموزه رو داده که پیگیری بیشتری بکنین، سماجت بیشتری بکنین؟ آره خیلی. واقعا اینطور؟ آره خیلی. چقدر خوب. خب بیشتر بگیم اون چیزایی که بیشتر به نظر خودت میرسه که بهت کمک کرده، که دارت بهت کمک کرده تو تحصیلت، یا برعکس تحصیلت کمک کرده به دارت. برای ما بیشتر صحبت کن. میدونید چون ما میخوایم بیشتر بیننده های ما در واقع تلفیقی از دارت و زندگی داشته باشن. خب طبیعیه که هر کسی هم که میاد ما باهاش مصاحبه میکنیم این ممکن نظرات مختلفی داشته باشه. در هر صورت این نظرات میتونه برای همه مفید باشه. حتی منی که شاید سالهاست توی دارتم یه نکاتی باشه که من بهش توجه نکردم و شما وقتی اینو میگی مورد توجه منم قرار میگیره. حتی میتونه در بهبود وضعیت دارتی من تأثیر خوبی داشته باشه. خب برام بگید شنونده ای وقتی دارت پرتاب میکنی یا مثلا دارت کار میکنی تقریبا به هدفت بیشتر نزدیکتر میشه. قاعدتا وقتی دارت کار میکنی درست هم همینه، با درست با دارت همراه هدفت. در واقع دارت برای شما یه نقطه هدف گذاری برای زندگی هم هست. 100%. دقیقاً. من همیشه صفحه دارت رو به زمانه و زندگی تشبیه میکنم. و فکر میکنم که یعنی همونطور که ما توی دارت هدف داریم و هدف خودمون رو سعی میکنیم به هدفمون برسیم، دقیقاً همون چیزیست که در زندگی برامون اتفاق میفته. تو زندگی هم باید هدفمند باشیم و در جهت رسیدن به اهدافمون باید تلاش بکنیم، سمج باشیم، از شکست‌ها، از زمین خوردن‌ها درس بگیریم و ناامید نشیم و جلو بریم. درست. شما اینطور فکر می‌کنید؟ آره. شما چی؟ من 100% موافقم. گفتم جمله قبلی بارها شکست خوردم ولی بازم ادامه میدم تا به نتیجه برسم، به هدفم برسم. خب من فکر میکنم خیلی سوال پرسیدم، ولی حالا اگه شما چیزی به نظرتون میرسه که من باید سوال میکردم و سوال نکردم بفرمایید که همه ازش استفاده کنیم، هم من که اینجا نشستم در خدمتتون، هم بیننده های عزیزم. چیزی ذهنم نمیاد. شما چیزی به نظرتون نمیرسه؟ فکر میکنید همه چی رو گفتیم؟ تقریبا. شما چی؟ آره. برای آینده‌ت چه هدفی داری؟ تو دارت ها؟ دوست دارم خودم بالاها ببینم، همیشه تو سکوی قهرمانی خودم ببینم. خب در این جهت تلاش هم میکنی؟ روزی چقدر تمرین میکنی؟ تمرین ندارم خیلی. خب میدونی یه مقدار این تو هم همخونی نداره، چون رسیدن به بالاترین نقطه باید احتیاج داره که بالاترین تلاش رو هم بکنی. درسته، ولی سعیمو میکنم که بیشتر تلاش کنم. آفرین. این تلاش خیلی مهمه در دارت. من همیشه فکر میکنم که البته تجربه خودمه، نمیدونم تا چه حد درست باشه یا نه. من فکر میکنم هر دارت یادگیریش خیلی ساده است. یعنی شما یه مدت زمان کوتاهی میتونین دارت رو یاد بگیرید، ولی اون چی که نیازمندشی برای که به اون قله برسی تلاش بیوقفه و مصرانه به نظر من. درست. یعنی من بچه‌هایی رو که امروز میبینیم توی مسابقات میان و مقام میارن، بچه‌هایی هستن که واقعا تلاش میکنن و تلاش خیلی
پیگیر، تلاش خیلی مصرانه، میدونید، با پشت و کار بیشتر. 100%. خب شما مسابقه آخرتونم یه فینال رو برگزار کردیم. خب اون چطور بود به نظره؟ اولین تجربه فینال بود، خیلی حس خوبی داشتم، ولی خب استرس هم خیلی داشتم. خیلی داشتم. آره. خب من بازی تو نگاه میکردم، فکر نمی‌کنی که بعد از مسابقه احساس کردی یه کمی محکم‌تر بازی رو جدی‌تر میگرفتی ممکن بود اول شی؟ این حس رو نداشتی یا فکر میکردی حریفت خیلی حتی قوی‌تر بوده؟ نه خیلی اونجوری نبود، ولی خب چون استرس هم باعث شد نتونم اونطور که باید آره. و شاید نشون بدی تواناییات. نشد. خب شما چی؟ شما توی مسابقات شرکت کردی، شما چجوری بود وضعتون؟ منم خوب بود، راضی بودم، ولی خب دوست داشتم بهتر از اینا باشم، خیلی بهتر از اینا. تو نیمه نهایی که طبق معمول خوردم به نفیسی جون باختم، سوم شدم دیگه. شما سوم شدی؟ بله. خب حالا فکر میکنین که شما تمریناتون بیشتر از نفیس جانه، فکر میکنین که با اون تمرینات شما باید حقتون بود که بهتر از اینا باشم؟ آره، ولی خب نفیس شاید همون نمیذاره. احساسه نذاشته که شما از دخترتون ببرید. اصلا نه بازیش دقیقاً. انصافا خوب بازی کردم. خوب بازی کردی. خود جدی خوب بازی. میدونی علت خوب بازی کردنت هم همونه که بدون استرس بودی. آره، ریلکس بازی می‌کرد. اینو خلاصه فراموش نکن. درست. این میتونه برات یه درس خوبی باشه برای رقابت‌های بعدی و رقابت با حریفایی که قدرترن، که به این نتیجه برسی که من اگر استرس نداشته باشم خیلی بهتر بازی میکنم، راحت‌تر میبرم. آره. حالا اینا تجربه است دیگه. هر دفعه که شما مسابقه بیشتر بدی تجربیات بیشتری پیدا میکنی که این تجربیات رو باید تو مسابقاتت به کار ببری. به نظر من 100% متوجه میشی که بتونی نتیجه بگیری. خب شما چی فکر میکنی؟ شما آینده دارت رو تو ایران چجوری میبینی؟ بالاخره شما یه دید ارزم به حضورتون به دلیلی که خب بزرگتر هستین و سنتون از بقیه بیشتره، البته نه از من، نه سنتون هم من کمتره، ارزم به حضورتون که شما چی فکر میکنین؟ چه آینده ای رو برای دارت میبینین توی ایران؟ فکر میکنین دارت آینده خوبی داشته باشه و پیشرفت کنه؟ فکر میکنین میکنه؟ این پیشرفت میکنه؟ چون بالاخره مثلا من که من به عنوان یه دارت باز همیشه فکر میکنم که باید یه برای توسعه و وسعت گرفتن دارت باید امکانات زیادی باشه. بله. شما پس این همینطور فکر میکنید؟ بله فکر میکنم. نظرتون چیه که دارت بره توی تلویزیون، مثلا توی مسابقات ورزشی که توی کانال ورزش هست، کانال ورزش رو تماشا میکنید؟ بله. اگر یه برنامه دارتی توش بگنجونن فکر میکنین که برای تشویق شدن دارتی ها بهتر هست یا نه؟ بله عالی میشه. و برای معرفی دارت به جامعه بهتره. آره. خب منم فکر میکنم دیگه سوالام تموم شده. نمیدونم شما هیچی به نظرتون نمیرسه؟ دست شما در نکنه. ممنون. خب جا دارم اینجا یه تشکر ویژه از دارت پیشرو به خصوص استاد شایسته و شما همراهان واقعا همیشه همه جور سنگ تمام میذارن، واقعا اینجا احساس آرامش میگیریم، لذت میبریم واقعا. انشالله همیشه پایدار باشه. ما هم از آقای شایسته متشکر هستیم که ایشون هم تمام تلاش و توانش در جهت پیشرفت و پیشبرد دارته. امیدواریم که انشالله. من مطمئنم که اگر این دارت پیشرفت بکنه ایشون هم به هدفش رسیده و اون چیزی که دلخواهشه بهش میرسه. این بود گپ دارت امروز ما. امیدوارم که مورد پسند عزیزان
بیننده قرار گرفته باشه. همینجا از همه عزیزان خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد. ممنون از شما. دستتون در نکنه. خواهش می‌کنم.